назарсултон шоҳназарова хушдомани 4 келӣ мебошад. дар ҷамоати деҳоти навободи ноҳияи шуғнон зиндагӣ доранд. ин оила иштирокчии даври ноҳиявии озмуни хушдомани беҳтарин гардида, аз рӯи шартҳои озмун ғолибиятро ба даст овардааст. назарсултон шоҳназарова қайд дошт ки хушдоман будан кори осон нест, зеро дар зери назари хушдоманҳо на як насли, балки 2 ва 3 насли оила тарбия мегиранд. با کلینم و با کلین مایده هم بهای فهموندم وای بسیار نون اوی نغز با تندور میپزد. نون برده اظهار داشت که باید هر یک نوروز از مکتب بزرگ خشدامان خود درس عبرت گیرد و بهر پایداری اویله تلاش نموده اویله خود را احترام نماید، زیرا بهترین خصلت‌های نیک انسانی از قبیل دوستداری و محبت، حلالکاری و غمخواری را کودک نخست محض در اویله از خود میکند. این است که اویله های در اساس همدیگر فهمی برپا گردیده فرزندان سالم را به وای میرسانند. چون در اویله نسبت همدیگر مهر و محبت پای بر جا باشد، فرزندان این اویله برای وطن و مردم مرز بوم نیز صدق و صفای بی اندازه خواهند داشت. باید گفت که آزمون خوشدامن بهترین بهر عملی گردانی برنامه رشد اویله برای سالهای 2024-2028 و نقشه عملی آن برای سالهای 2024-2026 در تمام شهر و ناحیه‌ها برگزار گردیده، هدف از آن تحکیم اویله و مسئولیت نوکی پدر و مادر و فرزندان در مناسبت‌های اویلوی، گسترش فرهنگ اویله‌داری، نقش اویله در تربیت و تشکل شخصیت فرزند، مناسبت‌های خوشدامن با کلین، تربیت فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی میباشد. طلبات‌های آزمون از قبیل نقش خوشدامن در تحکیم مناسبت‌های اویله‌داری، کسب و هنر آموزی چون عامل تحکیم پایداری اویله، سهم خوشدامن در صرفه و سرشته‌کاری و روزگارداری، سالمی اویله در مناسبت‌های اویلوی و تربیت درست فرزندان، سهم اویله در آبادانی خانه، کوچه، شهرک و محله، نقش اویله در حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی، سفربر نمودن فرزندان به خدمت مادر وطن میباشند که از روی این شرط‌ها اویله شاهنظرف‌ها در ناحیه شغنان غالب برآمدند که نهاد اویله سالم را اساس پیشرفت جامعه می‌دانند. فرزند کلونی من خدمت وطن مادر کرد. کلین کلونی اویله شاهنظرف‌ها امینه اودینه محمدова که امروزها نیز خود خوشدامن است قید داشت که پسر او سال 2014 قرض فرزندی خود را در نزد مادر وطن ادا نموده 2 سال در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سربلندانه خدمت نموده است. همزمان ابراز داشت که در اویله آنها نقش خوشدامن عموما نقش کلانسالان اویله بسا تاثیر بخش است که این به برکت روزگار و تمیز و اخلاق اویلوی تاثیر عمیق دارد. اویله ما با تیار کردن محصولات شیری به قبیل جرغوت، قرود، مسکه، الوا مشغول هستند. مادری من به من تیار نمودن چنین شیرینی ها را یاد داده است. در برابر این باز به بافندگی نیز مشغول هستیم. شراره پولودова نیز کلین خاندان شاهنظرف‌ها هست. ابراز داشت که در اویله آنها به ارج گذاری به فرهنگ بزرگنیاگان از جمله هنر و هنرمندی، طعام‌های ملی و خورش‌های اجدادی توجه خاصه ظاهر کرده می شود و محض از خوشدامنی خود تمام نازکی‌های هنرهای دستی گذشتگان را از خود نموده است. باید گفت که اویله مذکور در برابر پیشبرد هنرمندی مغازه تعمیر و فروش اسباب‌های تکنیکی را نیز تشکیل نمودند. صاحبکاری میانه را پیشه کرده در خدمت مردم دیار قرار دارند و با کاردانی و همقدم زمانه بودنشان یکی از اویله‌های سالم و پیشبرنده جامعه در ناحیه شغنان محسوب می‌یابند.